در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمان دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. به راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهر آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. من هم دلم می‌خواهد که خردمند باشم. این را خوب می‌دانیم حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می‌کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می‌کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید. آهای آیندگان، وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید، یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.